لطیفه عزیزی با آرزویش رسید. فیلم جدید امریکایی لطیفه عزیزی بالاخره در سینمای امریکا نشر شد. لطیفه عزیزی چرا دیگر آهنگ نمیخواند و دلیل نقش بازی کردن لطیفه عزیزی در فیلم های امریکایی چی بوده است؟ لطیفه در امریکا مصروف چی کار باری است و توسط چی افراد حمایت می شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لطیفه عزیزی یکی از هنرمندان برجسته، سرشناس و موفق در هنر موسیقی افغانستان که در مدت خیلی کوتاهی به اوج شهرت هنری رسید. هرچند لطیفه عزیزی در یک خانواده که سطح دانشش خیلی پایین بوده از دیده به جهان گشود. لطیفه تحصیلات عالی و تحصیلات دانشگاهی ندارد. وی در سن 17 سالگی در تلویزیون جهانی طلوع در برنامه ستاره افغان اشتراک کرد و در این پروسه از طرف مردم افغانستان حمایت خوب شد. لطیفه عزیزی اکنون آهنگ‌های سروده است که تاکنون در یاد و خاطره مردم افغانستان جایگاه هنری دارد. اما لطیفه عزیزی بعد از تحولات سیاسی در افغانستان با یک برادرش به امریکا مهاجرت کرد. لطیفه عزیزی در کشور امریکا کاملا از کارهای هنریش دوری گزید. وی اکنون برای برندهای مختلف امریکایی مدلینگ می کند و تازه لطیفه عزیزی در فیلم های امریکایی نقش بازی کرده است که فیلم های امریکایی لطیفه عزیزی در سینمای امریکا نشر شده است و حمایت و تشویق گسترده لطیفه عزیزی از طرف مردم امریکا شده است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی با استعداد کشور از بارگاه عزت لایزال دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.